در اسلام اکراه نیست برادران، مجبور نمیتونیم یک کسی بیاریم مسلمانش کنیم، مجبور نمیشود. حالا یک بچه را میبینیم میره در روسیه زن میگیره، زن روس. شریعت محمد علیه السلام خصوصا مسئله های فقهی است، میگه صحیح است نکاح کتابیت. اگر یک بچه مسلمان بره و در روسیه زن روس بگیره، اگر روسی کتابی باشه نکاحش درسته، به شرط کتابی باشه. لیکن من خیال نمیکنم که دیگه روسی کتابی مانده باشه. روس‌هایی که باشن کتابی باشن، کتابیش میخونه که لا اله الا الله میگه، خدا را یگانه میدونه، عیسی را بچه خدا نمیدونه، عیسی را پیغمبر میدونه، انجیل کتاب خدا میدونه. انا میخونه اگر روس باشه همون دختر گرفته میشه. لیگ اگر یک روس قطاری از زن روس قطاری باشه او را بیاره مجبور بکنه، ظلمش بکنه، مگه مسلمان شو مطربا میگیرم، نمیشه. در اسلام اکراه نیست، او را اختیار خودش کتی گذاره. اگر با اختیار خودش ایمان آورد و مسلمان شد و قبول کرد، نکاح تو کتی او چی؟ جایز میشه. لیکن نکاح فقط جایز میشه، پس زندگی او سبا فکرش کردن در کار است. اگر که عملی ایمان دیگه با عهده نگیرد چی؟ کارگوی جنبیزه می شود، تیه دیوس میکند. همین مردی مسلمان دیوس میکند. چی خیل؟ حجاب فرض است. او یک عمر سر لوچ عریان گشته است، پس فرض خدا پوشیدن اعضا است. با بگه که بپوش، او میگه نه نمیپوشم، میفراش که منیوب بگرده. زنی تو باشه، تو مردی مسلمان باشی، زنی تو منیوب بگر رانوی پاش همه عریان در شهر روسیه بگر همه تماشاش بگر، تو دیوس چی دیگه. بنابراین خوف است، خوف است که مرد مسلمان دختری مسلمان بگیرد، از این نسلها نگیرد. خدا در قرآن چی میگه؟ لا اکراه فی، شما مجبور نکنید مردم، فقط دعوت بکنه. اگر دعوت تا نپذیرفتن، سخن شما دلنشین شد و نپذیرفتن، خودشان گرویدن شریعت باشه بیا ما قبولش میکنیم. پیامبر اسلام درود خداوند بر او باد می‌فرمایند حجامه شفای امتی من است. شما اگر از بیماری‌های فشار بلندی، استخوان دراز، رادیکولیت، پروستاتیت، گریژا، روماتیسم، بیماری‌های سیستم خونگرد، فشار خون، بیماری‌های دل، درد سینه، تنگی نفس، درد سر و درد چشم و یا اینکه خیرگی چشم و اینچنین از وزن زیاد یا اینکه کم وزنی رنج میبرید، حتما در رقم‌های روی اکران بوده در تماس باشید. بختیار حجامه در خدمت شما است. سراغ ما شهر مسکو، ورخناپولیا، دام 48 در نزدیکی بازار صدوات. حتما در رقم‌های ما در تماس برایید. اگر دعوت را قبول کردن، تسلیم شدن، ایمان آوردن به خدا، پس واسطه چی؟ بگو که خداوند برای شما در یک شب و روز 5 وقت نماز رو فرض نمود. اگر نماز قبول کردن، این کافرهای مسلمان شدن. وقتی نماز بعد ایمان بود قبول کردن، نمازم خواندن قبول کردن. اگر قبول کردن، پس زکات را براشون فرض کن. نماز فرض است. خب اگر قبول نمودن، با آنها اعلان نمود که خدا بر شما چی رو؟ زکات را فرض کرده است. آسان است اینجا را با وضوع بازبی نکنه که اینو میگریزن. یکم کلمه شهادت گرداندن، مسلمان شدن، قینیش این بود، بحر در آمدن. خود دیگر دوران بحر در کیت هم هست و ماهی هم هست، هر چیزی هست، از درون دیگر باید نترسن. هر کی بگه لا اله الا الله محمد رسول الله، دیگر بلا با باش میآید. بالای مسلمان بلاهای عظیم میآید. شما ببینید که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم صحابه چقدر عذاب کشیدن برای لا اله الا الله. حضرت بلال من چه کردم؟ چقدر ضرب بود. ابوبکر صدیق گفت ابو جهل گفت اتقتلون رجلا ان یقول لا اله الا الله. گفت که ابو جهل گفت مردی را میزنی که میگه که لا اله الا الله، مرح میگه میزنیش تو مرد. بنابراین هر کی میگه لا اله الا الله محمد رسول الله
مسلمانی اگر عمیق شد بلا با باش بیاید بلا آمدنش سببی رفتن جنتش میشه. جنت هم که نمیتونه مسلمان را ببرد. جنت خیلی بلندی های بلند دارد، چکری های چکر دارد، عذاب و مشقت ها دارد. همین چیزا سزاوار میشه و بنده را چی جنت دارد. اگر ایمان قبول کردن، نماز قبول کردن، پس چی؟ بگو همون خدایی که بر شما ایمان فرض کرد، نماز فرض کرد، پس زکات اموال هم چی؟ فرض نمود. خب از ثروتمندان گرفتن و بر بینوایان تقسیم می شود. بعد میان بپرسن زکاتش چیه؟ میگه زکات همین خیلی چیزی است که از بای مال میگیریم در کمبغلان میتیم. انا میره زکات میدن. حاضر زکات بیزنس شده است. رمضان بود زکات میتیم. مردک مرا زنگ میزنه یا داملای دیگر زنگ میزنه. سلام علیکم داملا. ما زکات میتیم. الحمدلله خدا مرا زکات کرده است. میشه که می زکات در خواهری کمبغل دار میتیم. بدبخت. چرا خواهری کمبغل تا پیش رو میبیاری؟ نفقه خواهر تو برای تو فرض است آخر. خواهر در چیرکی مال میتیم. نه. چیرکی مال در خواهر نته. از همون لبی مال بر بوتش ایده او را. او هم حق داره که از لبی مال برادرش بخوره. چیرک زکات چیرکی مال. چیرکی مال در مستحقش بده. بعد میگه کی با این خطا میتیم. خیر یزدم در بته میشوه. نداری به غیر همین کسی دیگه بده. یزند هم که باشه خواهر از مالت بده قطعی یزد جانت بخره زکات بر آدم بیگانه بده. مستحق باشه، کمبغل باشه، مسکین باشه، بیچاره باشه، نیازمند باشه بر او بده. اصلی زکات همین است که مال از ثروتمند گرفته شود، ستانده شود، زکات شود چه همون نصابش و بر بینوایان چه تقسیم کرده شود. چنانچه اطاعت و قبول نمودن. خب زنهار بر شما لازم است در حفظ اموال نفس آنان مراقبت نمایید. از دعای مظلوم بترس، زیرا در بین دعای مظلوم و خدا حجاب قدر است. بعد گفت که معاذ ابن جبل که اگر بایها ثروتمندا همون اهل کتاب اینا قبول کردن گفتن ما شما زکات میتیم ایمون بگیره در کمبغلا بده. اگر اینا قبول کردن انا مال و ثروت آنها در چی حفظ شما می شود. شما باید همینا خالصانه و مخلصانه معاذ ابن جبل و مستحقش تقسیم کنید، غدر نکنید، مراقب باش. گفت دیگر اینکه از دعای مظلوم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. ای معاذ ابن جبل خود از دعای مظلوم نگه دار، زیرا که در یمن مظلوم زیاد است. اگرچه اهل کتاب هم باشن، کافر هم که باشن، مظلوم هستن، از دعای ما نگاه بدار که اونا چی تیری نشان رسه دارن. زیرا بین مظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. بین خدا و بین مظلوم حجاب و پرده وجود ندارد. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند خدای متعال مال را به کسی عطا فرماید و زکاتش را ندهد، در روز قیامت آن را به صورت مار در می آورد، به دور گردنش می پیچد، سر و دمش را در زیر شانهش قرار می دهد، می گوید من همان طلا و جواهرات تو هستم که زکاتش را نداده ای. ببین رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه عن ابی هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته فمثل ماله يوم القيامة شجاعا اقرأ له زبيبان. این رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث گفتن است ای معلومش این ذنبی خطر دارد. صادقترین انسانی سخن گفتن است. در هر کسی خدای متعال اگر مال را عطا فرماید زکاتش را ندهند، مثل قارون، مثل بعضی ثروتمندای هستند که زکات نمیدهند. حتی اگر از زکات صحبت کردی خفه میشود، علیاذ بالله میگه زکات چی است.
من یک برادر خیلی زمین داشت، در باب عشر زمین من صحبت کردم. او برادر یک شخصیت است که خیلی علما دوستدار هم هست، خودش مسلمان هم هست، بعضی علم های کلان هم دعوت میکنن، بعد زمین بسیار دارد. همین بیده کاری بیده شو دراو کرد، یکم بیده از یک گیتر 200 پریس، یکم دراو، دویم دراو 180 پریس. چند تا گرفتی؟ 200 تا. ده یک از 100 ده 100 تا گرفتی، 10 تا باید اشور زمین داری. همه خیلی مفهم مونده نمیشه. چند وقت باز یک شخصی دیگر میگذاره، میگه برادر اشور زمین داد، میگه اشورش چیه با همین مرده اشورش چیه با، میگه و پیش به چند تا دملو میگذارن، نگاه تاش نگفتن که اشور بوده. اشورش چیه؟ ما ملاک زمین داشتیم، ما پول آب داشتیم، دارو را خریدیم، نمی چیکار کردیم، اشورش چیه با. حالا همین مرده باید از خدا میترسید، زیرا که یکم دراو کرد، همین خیلی مال داد، باران در بالاش زد، چنان خاکستر شد که گرفته نتونست. اشورش چیه؟ انمین است اشور. خدا نی خیلی بارش. ببین حاضر نگاه میکنم، پریسا را یکم دراو، دویم دراو، سوم و چهارم و پنجم دراو خریده، ولی بیده هیچ درک نداره. سوم و چهارم دراوش هم خریدگی، یکم دادگی، باید همین پریسا را دراو کنه گیره بره. برده در یک جا ذخیرش کرده است. حالی با می تیرامو 50 سوم میکنه پریسا فروشه. حالا که 30 سوم در تیرامو 50 سوم. با معنی این که اینجا ذخیره کنه با قیمت کرد. رسول الله لعنت کرد کسی را که بازار حکومت قیمت میکنه. اگر مقصد این تاجر قیمت کردن مال در بازار مسلمان باشد، از این مال نه برکت مییابد نه فیض مییابد. تاجر ضرر میبینند، زیاد ضرر میبینند. اینا بازم ولی هم بعضی ها بسیار بی‌تشویشانه این کار کردن، لیکن از اینی که بعضی برادرای ما کردن، خدا رحمتشان کنند، لیکن به اون نرسیدن، در نکاح ماندن، مردن، رفتن. 1000 پریس، 2000 پریس، 3000 پریس آوردن، خزینه کردن برای فروختن تیرما قیمت بفروشند که به اونجا نرسیدن. همین کارمندی سنسالار داشتن رفتن. پریسامون بعد دیگه میخرد. چرا دور میری بنده خدا؟ رزق ازلی است.